خب سلام و وقت بخیر. مهندس شانس خوش اومدین. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و اه، لطف کردین وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من یونس سهرابی ام از بچهای گروه لینکشیم. حالا گروه خودمون رو معرفی میکنم در ادامه و حالا در موردش با هم صحبت میکنیم، ولی قبل از اون دوست داریم که شما هم به بچه‌ها خودتون رو معرفی کنین. حالا ما تقریبا با شما آشنایی داریم، ولی برای بقیه بچه‌ها حالا با شما آشنایی پیدا کنم. خیلی ممنون میشیم در مورد حالا خودتون صحبت کنیم و بگین که حالا ورودی چند بودین، دانشگاه خودمون بودین فکر کنم، بعد فکر کنم که بودین دیگه. آره شما یه ذره صحبت کنین بعد من ادامه میدم. خواهش می‌کنم. یونس جان، منم خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام به خودت و بقیه بچه‌های SUT. اگر حالا خارج از SUT هم کسی مقابل ما رو می‌بینه و میشنوه که سلام میگیم. خیلی خوشحالم که تایمی که ترتیب دادی من در خدمتت هستم. اسمم مسعوده، فامیلی کریم دهنوی. که سال 90 کامپیوتر شوتی، گرایش سخت افزار. حالا تا اونجایی که من در جریان هستم اون موقع این گرایش وجود داشت، ولی بعد از چند سال فکر کنم حذف شد. یعنی کلا درس و اینو تغییر کرد و گرایش تغییر نام داد. کلا فکر میکنم الان همچین چیزی نداریم دیگه. سخت افزار دیگه سخت خب افزار. آره خب چیزی مونده شما بگین؟ آره، فقط همین. فقط هم یه معرفی کلی داشته باشیم. تقریبا هولوش یه 7-8 سالی هم از فارغ التحصیل شدم. خب خیلی خوشبختیم از آشناییتون. همونجوری که گفتین آره، رشته سخت افزار تقریبا فکر کنم حالا 5-6 سالی است که از دانشگاه ما برداشته شده. الان فقط دو تا گرایش داریم، یکی نرم افزار، یکی آیتی و بچه‌ها حالا تو این دو رشته مشغولن. بعد خودتون بومی همدان بودین یا حالا شهر دیگه‌ای بودین اومدین همدان؟ نه، من اصالتا اصفهانی بودم و از اصفهان اومدم همدان دیگه. در واقع 90 سال 90 دیگه شروع کردیم زندگی رو توی همدان. 4-5 سال همدان بودم و شهرم شهر فوق‌العاده دیگه. خیلی لذت بردم شهر. آره دیگه. بعد حالا اون زمانی که بودین وضعیت دانشگاه چجوری بود؟ چند نفر بودین؟ رشته فکر کنم رشته معدودی داشتن اون زمان، یک کامپیوتر یکی از اونها بود، مثل الان نبود من که چون راستیتش 7-8 سالی گذشته از اون فضا، الان نمیدونم که، یعنی آپدیت نیستم الان راستیتش که شرایط الان به چه صورت، ولی خب میدونم که ساختمون پشتم افتتاح کردن و آره. آره، برق و کامپیوتر فکر کنم اونجا الان هستن. بله درست. آره. ولی موقع که ما بودیم کل رشته و گرایشی که وجود داشت 7-8 بیشتر نبود. یعنی خب برق که الکترونیک و کنترل و همین دو تا گرایش رو داشتیم. مهندسی پزشکی بود، کامپیوتر، سخت افزار و آیتی. نرم افزار وجود نداشت و مواد و رباتیک و همین. یعنی رشته‌ای که من خاطرم هست همینا بود. 7-8 تا رشته. آره الان نمیدونم اتفاقات به چه سمت و سوی رفته. الان چی داشتیم؟ من چیزی که شنیدم حالا این بود که حالا یه سری رشته تازه اضافه شده، خواستم ببینم، ولی خب حالا اکثر رشته رو شما گفتیم بس بوده اون زمان. حالا بریم به اون زمان ببینم توی دوران دانشجویی شما چه شکلی بوده، چجوری گذروندین و فقط درس بود یا کارهای دیگه هم حالا با درس انجام میدادین؟ چون بچه‌ها دوست دارن بشنون که حالا آقا مسعودی که حالا اسکان مستر شدن، توی حوزه خوبی پیشرفت کردن، توی این حوزه خوبی پیشرفت کردن، زمان دانشجوییشون چه جوری بوده؟ یعنی این گروه هم حالا من قبلش اصلا بذارم گروه رو بگم که چیه. ما یه گروهی به اسم لینکشیم، تازه این ترم فعالیتمون رو شروع کردیم. هدفمون هم اینه که به انجمن‌های مختلف رشته‌های مختلف کمک کنیم، حالا توی برگزاری رویدادها، بعد مسابقه‌های همچین شکلی با افرادی که توی صنعت جای خوبی هستن و از تجربیات این افراد و دوستان استفاده کنیم. یه سری مسابقات حالا بین رشته‌ای، بین دانشگاهی بتونیم برگزار کنیم. هدفمون اینه که یه ذره فضای دانشگاه رو پر جنب و جوش‌تر کنیم و از این فضایی که الان هست، و حالا نمیدونم زمان شما چه شکلی بوده، ولی خب
قبل کرونا مال چیزی که میشنویم باز بهتر بوده نسبت به الان چیزی که الان هست و دوست داریم برگردیم به اون زمان، یه ذره ارتباط بین دانشجوها، ارتباط دانشجوها با صنعت، ارتباط با اساتید یه ذره بهتر بشه با رشته‌های مختلف که بتونیم تیم‌های مختلف حالا استارتاپی از دل این بچه‌ها در بیاریم که حالا ایده مختلف رو پیگیری کنن، شاید تونستن به نتیجه برسونن. هدفمون کلا اینه و افتخار اینو داریم که حالا توی اولین جلسه مصاحبه هامون در خدمت شما هستیم تا از تجربه شما استفاده کنیم و میدونیم که اسکرام مستر هم یکی از پوزیشن‌های مهم توی حداقل حوزه نرم افزار، توی بقیه حالا رشته‌هام که اجایل هستن میتونن حالا داشته باشن، ولی خب توی حوزه نرم افزار خیلی میدونیم کاربردیه و شما خب توی یکی از شرکت‌های معتبر ایران هستین. دوست داریم که از زبان شما بشنویم که حالا تجربیاتتون رو بشنویم و اگه شد ما هم همون مسیر شما رو پیش بریم که بتونیم انشالله به همین موفقیتی که شما رسیدین برسیم. حالا دوست داریم بدونیم که اگه ایرادی نداره اون موقع برامون بگین هستن. اولا که این کاری که دارید میکنید کلا کار خیلی خوب و ارزشمندیه، یعنی اینکه تو اون سن و سال و تو اون فضایی که خب دانشگاه اکثر دانشگاهی دارن بچه‌هایی که دارن حالا در درس و وظیفه اصلیشون درس پاس کردن و جلو رفتن بتونن بدونن که در چه مسیری میخوان قرار بگیرن، مسیر شغلی مطلوب خودشون رو بتونن طراحی کنن و یه جورایی اون چیزی که حالا مد نظر خودشونه بشن، حالا چه تو زمینه شغلی چه تو زمینه تحصیلی، اون سمت و سویی که میخوان برن و بهتر بتونن باش کنار بیان و بشناسن، خب اتفاق خیلی خوبیه. یعنی هر کسی که خب قاعدتا استفاده کنه از سالهایی که دوران لیسانس به خصوص باش داره دست و پنجه نرم میکنه و بیشترین شناخت رو سعی کنه نسبت به خودش پیدا کنه، خیلی جلوه نسبت به بقیه. من شخصا خودم آدمی بودم دوران لیسانس که حالا اون تغییر رشته فوق لیسانس هم نشون دهنده همین داستان. تو دوره لیسانس هم من علاقه اصلی شاید علاقه های اولیه‌ام کامپیوتر نبود. من انتخاب رشته‌ای که داشتم خب بیشتر سمت سوی صنایع داشت توی دوران لیسانس. منتها خب یکی از انتخابم چیز بود، کامپیوتر صنعت همدان بود و خب دیگه حالا اتفاق افتاد و اون آورد. توی سالهایی که لیسانس رو داشتیم حالا میگذروندیم، فضایی که بود این بود که من ارتباطی نسبت به حالا گرایش‌های کامپیوتر نتونستم باشون حالا ارتباطاتون برقرار کنم. که فضایی حالا ما چون سخت افزار بودیم یه جورایی درس‌های برقمون هم حجمش زیاد بود دیگه، حالا هم درس‌های کامپیوتری بود هم درس‌های برقی بود. منتها این دو تا فضا رو هیچ کدوم نتونستم ارتباط مستقیم باش برقرار کنم. چیزی که من خودم بیشتر علاقه داشتم بهش از همون سالهای اول که بعدم خب این علاقه و حالا شناخت نسبی نسبت به خودم باعث شد که تغییر گرایش و تغییر رشته بدم، علاقه به کلا فضای مدیریت پروژه بود. یعنی مدیریت پروژه حالا با شکل و شمایل سنتیش گرفته تا بحث اجایل و اسکرام و همین. دوران لیسانس من کلا آدمی بودم که بیشتر سعی می‌کردم خوش بگذرونم. اینجوری بهت میگم که کامل تو ته داستان. خب من یه سوالی الان بپرسم ازتون که اگه بخوایم برگردیم به 10-12 سال پیش و به آقا مسعود اون زمان بخوایم یه توصیه بکنین، توصیه‌تون چیه؟ خب یا حالا به هم دانشجوهای هم کلاسی من اگه بخواین یه توصیه کنین که در مورد دانشگاه، حالا در مورد دانشجو بودنشون چه توصیه‌ای می‌خوایم بکنین؟ هر رده از سنیمون که می‌گذریم میگیم کاش اگه من مثلا 10-12 سال پیش این کارو می‌کردم خیلی بهتر بود. حالا می‌خوایم بشنویم که اون توصیه شما چیه حالا برای ما؟ خواهش می‌کنم. من که اولا در جایگاه نیستم که بخوام توصیه داشته باشم. مسئله اینه که اگه خودمو بخوام تصور کنم تو همون سن و سال و با علم و دانش الان با دونستایی که تو این چند سال به خصوص تو فضای مسیر شغلی خودم کسب کردم، دو تا موضوعه. یکی این که
کلا سعی کنم متوجه بشم که چه سمت و سویی میخوام برم. این خیلی بهتر میتونه به من کمک کنه تو شکل شخصیت خودم و مسیر شغلی خودم. چون تنها چیزی که من فکر میکنم واقعا تو اون سن و سال، حالا بچه‌ای که بیشتر در بعد به دانشگاه هستن یا بعد از ورود به دانشگاهشون میتونن حالا سعی کنن که از خودشون حالا یه چیزی، یه دانشی داشته باشن، یه دانسته‌ای باشه که بر اساس علایق خودشون، بر اساس استعداد خودشون و بر اساس نیاز بازار بفهمن که چه سمت و سوی میخوان برن. همون کسب تجربه و امتحان کردن اون مسیریه که واقعا فکر میکنن که خودشون بیشتر میتونن توش موفق باشن. در کنار این واقعا تو اون سن و سال من بیشترین چیزی که فکر میکنم اگر برگردم عقب و مجدد تکرارش میکنم، بیشتر از اون حد سعی میکنم که استفاده کنم ازش، اون تایمه. چون واقعا گلدن تایم هر فردی دوران لیسانسشه به نظر من، به خصوص اگر تو شهری خارج از شهر محل زندگی خودت باشی. ببین یونس جان، من کلا از اصفهان خوب اومده بودم، شهر بزرگتری بود، حالا فضا فرق داشت با همدان، ولی وقتی اومدم همدان کلا تجربی رو کسب کردم تو اون سن سالی که بودم که اصلا دیگه تکرارش هم نتونستم بکنم. اون دور هم بودن ها، اون گرد همایی ها با بچه ها دور هم، اکیپ ساختن ها، تجربه کردن ها، اونا چیزایی بود که واقعا دیگه تکرار نشد. یعنی شاید الان مثلا کسی که حالا 20 سالش هست، 20 سن و سال داره لیسانسشو میگذرونه، فکر میکنه که آقا حالا وقت زیاده، دوران فوق لیسانس مجدد ما این فضا رو ممکنه بتونیم تجربه کنیم، بعد از اون همینطور، ولی واقعا دیگه اتفاق نمیافته. یعنی به خاطر همین دارم میگم که دوران لیسانس دورانیه که به خصوص اگر تو محیط خوابگاه باشی، محیط دانشگاه باشی و واقعا بتونی اون کامیونیتی که مثمر ثمر هستی توش و برای تو هم یه آورده رو بسازی، بیشترین استفاده و بیشترین حظ رو از زندگی میتونی بکنی. این تجربه کردن اتفاق بیفته، این دوستی ها و شکل گرفتن و اتفاق شکل گرفتن این فضای دوستی اتفاق بیفته و بدونیم که کدوم سمتی میخوایم بریم. این به نظر من اون چیزیه که واقعا هر فردی میتونه در حد کمال داشته باشه دوران لیسانسش. خب خیلی ممنون، خیلی توصیه خوبی بود، تجربه خوبی بود. حالا یه سوالی من برام پیش اومد، شما گفتین که حالا جلوتر می‌خواستم بپرسم ولی بذار الان بپرسم که صحبتش شد. گفتین دیدین که علاقتون مثلا رشته کامپیوتر نبوده و بیشتر به مدیریت پروژه علاقه داشتین. من خودم همینجورم، یعنی وارد حوزه نرم افزار و برنامه‌نویسی که شدم، بعدش که حالا مدیریت پروژه گرفتم و حالا مدیریت تیم تجربه کردم، دیدم آره منم دوست دارم که مثلا مدیریت تیم رو انجام بدم، برای همین سمت این مباحث هم رفتم. حالا ولی بعضی از دوستان هستن کلا اصلا با رشته کامپیوتر اصلا خوششون نمیاد، علاقهشون نیست. من دیدم حالا تو این 2-3 سالی که حالا دانشجو بودیم بدون هیچ هدفی اومده همین رشته رو انتخاب کرده و سرخورده هم هست. یعنی خیلی عذابه براش ادامه دادن این رشته و میترسم عوضش کنه. یعنی میگه من خب برم چیکار کنم، اگه این رشته رو نخونم چیکار کنم، خانواده فرستادنش یا مثلا معلمی نیاورده اومده این رشته. و این افراد چه توصیه‌ای دارین از اینکه برن دنبال علاقه‌شون و ول کنن دیگه؟ حالا درسته این حالا مدرک شاید بتونن بگیرن، ولی خب از الان بیفتن دنبال علاقه‌شون، مثل خود شما که مثلا میگین دوست نداشتم ولی عوض شدین ارشد صنایع خوندین و اصلا ربطی به کامپیوتر نداره. برای این دوستان چه پیشنهادی دارین، چه چیزی میتونین بهشون بگین که نترسن، نمیدونم حالا از اینکه هدفشون رو دنبال کنن؟ دوست داریم در این مورد بشنویم ازتون. ببین خواهش می‌کنم، مسئله اینه که من خودم آدم ریسک گریزیم، یعنی خیلی اتفاقا این تغییر شغل و تغییر رشته که اتفاق افتاد از لیسانس به ارشد کم ریسک ترین اتفاقی بود که میتونست واسه من بیفته. یعنی اگر گرایشی به نام گرایش مثلا سیستم توی صنایع نبود که درسای تقریبا تیپیکالی بود که خودمونم توی لیسانس پاس کرده بودیم، ریاضی بود، آمار احتمال مهندسی بود که اقتصاد خرد و کلان بود، اگر این گرایش وجود نداشت، کما اینکه شاید من خودم هم مثلا این مسیر رو میرفتم و ادامه میدادم، گفتم خب حالا بریم کامپیوتر ببینیم چی میشه، ادامه تحصیلش و فلان.
سعی کردم یه گزینه‌ای رو انتخاب کنم، برم اون سمتی که کمترین ریسک رو برام داشته باشه، نخوام عقب گرد کنم، حالا مثلا برم یه رشته دیگه مجدد لیسانس رو بخونم. منتها فقط بحث تحصیل نیست. ببینید اگر که شما مثلا یه فردی باشی که تو هر مقطعی از زندگی به این نتیجه برسی که تا الان که مثلا این فعالیت رو داشتی، این رشته رو توش تحصیل کردی، حالت خوب نیست، حالا این حاله میتونه هم این باشه که تو علاقت نیست، داری با زجر میری سر اون کلاس، با زجر میری اون کار رو انجام میدی، یا فقط به خاطر پولش داری این کار رو میکنی، یا نمیدونم حس میکنی که استعدادت داره حروم میشه، اون وقتیه که واقعا یه بازنگری باید تو خودت بکنی دیگه، یه آره قبول. خودشناسی باید انجام بدی و ول کنی اون حالا توقع دیگران، و حالا مثلا من 3-4 سال درس خوندم اومدم حالا بعدش چی میشه، این چند سالی که خوندم حروم شده، این 3-4 ساله در برابر مثلا یه عمر 70-80 ساله‌ای که یه فرد داشته باشه واقعا هیچه. یعنی خیلی وقتا این سویچ کردن میتونه بهتر اتفاق بیفته و تو رو توی سمت ببره که یه مسیر درست تری باشه ازت. من خیلی نمیخوام کلا حالا رو منبر برم و توصیه تو این زمینه داشته باشم، ولی یه چیزی که میخوام معرفی کنم از این مباحث که فکر کنم به درد بچه‌ها هم بخوره، استفاده از حالا پادکست های آقای امین آرامشه. توی سایت کار نکن اگر سر بزنن، بله بله. خیلی پادکست های خوبی دارن ایشون تو این زمینه. حتی فکر کنم یه دوره طراحی مسیر شغلی هم گذاشتن که دارم بله. مباحث خیلی خوبی توش مطرح شده. اگر حالا تو هر سنی فرقی نمیکنه، ولی خب به خصوص تو اون سن و سال کسایی که ورودی تازه هستن یا حتی هنوز نیومدن دانشگاه، از این پادکست هایشون و از دورهشون استفاده کنن، فکر کنم یه اتفاق خوبی میتونه براشون بیفته تو طراحی مسیر شغلیشون و رسیدن به یه مسیر شغلی که یکی از اولویت‌های هر فردی بوده. آره تا همینجا من از طرفدارای پر و قرص پادکستشم و فکر کنم آخرین پادکستش هم که هفته پیش منتشر شد خیلی مرتبط با این موضوع بود. 4 تا دختر نوجوان 15-16 ساله اومده بودن از شهرهای مختلف که حالا خانواده می‌خواستن یه رشته دیگه بخونن، ولی اینا رفته بودن سمت علاقه خودشون و تونسته بودن به یه درآمد خیلی خوبی برسن. اومده بودن با امین حالا مشورت کنن که امین همونجا اونا رو میگیره و پادکستی تولید میکنه. خیلی باحاله. حالا مرسی که پیشنهاد دادی، من پیشنهاد میدم که حتما ببینم بچه‌ها. و کلا به نظر پادکست خوبی داره اونم. آره خیلی مهمونه خوبی میاره. آره خب مسعود جان، یه ذره در مورد انجمن اون زمان بگین که اصلا انجمن داشت اون زمان، نداشت، شما بودین تو انجمن فعالیت میکردین، چه جوری بود انجمن اون موقع توی دانشگاه خودمون؟ والا من گفتم بهت کلا لیسانس منو فقط باید هلوش اون خوشگذروندنه، اون دور هم بودن‌ها، اون اکیپا، اون دوستی‌ها خلاصه کرد و شب امتحانی بودن. من کلا دوران لیسانسم اینجوری گذشت. یعنی علاقه بیسی که من به فضای مدیریت پروژه داشتم و به کامپیوتر و برنامه‌نویسی نداشتم، منجر به این شد که از سال سوم دیگه برم تو مود حالا کنکور ارشد و فضای صنایع و شناختن اولویت اون طرف. ولی تا اون موقع کلا تو دانشگاه من تنها فعالیتم حضور تو کلاس بود. خب امتحان دادن بود و همین. یعنی چیز دیگه ای واقعا وجود نداشت که بخوام. یعنی انجمن وجود داشت یا نداشت؟ آره الان در مورد انجمن میرسیم، ولی حالا کلا شاید این صحبت‌های مزه بدآموزی هم داشته باشه واسه بچه‌ها. ولی خب خاصیتش اتفاقی که افتاده اینه. یعنی من یادمه حالا کلا کم کار تو حوزه کامپیوتر و به خصوص مقطع لیسانس بودم. انجمن ما اون موقع خب آره بچه‌های خیلی فعالی توش بودن. حالا من بخوام بگم اسم آدمایی که به خصوص تو حوزه کاری خودشون خیلی موفق بودن، شاید یه روزی هم بتونیم حالا باهاشون لینک بزنیم، اونا رو هم باهاشون صحبت بکنیم. زمانی که ما وارد دانشگاه شدیم، خب مثلا آقای علی امینی یکی از دوستای خوب منه که تو حوزه امنیت داره کار میکنه، همچنان خوب فعال هست، با شرکت بزرگی تو ایران هم کار کرده. خب ایشون کلا 1-2 سالی دبیر انجمن کامپیوتر بودن، یادم فعالیت زیادی انجام میداد، ACM خوب برگزار میکردن، مسابقه‌ای از این دست داشتن. ولی خب دیگه فکر میکنم گل سرسبد مثلا دستاوردهای
انجمن کامپیوتر اون زمان برگزاری مسابقات ACM بود. ACM بود. آره یه گلی که میتونستن واقعا بهش افتخار کنن که آقا مثلا همچین مسابقاتی برگزار می‌کنیم. خیلی خوبه که کلا انجمنا به یه سمتی برن که بیشتر سعی کنن واقعا بچه‌ها رو آشنا کنن با گرایش‌های تحصیلی و بازار، یعنی نیاز بازار رو سعی کنن براشون بیشتر بولد کنن. این کاری که شما دارید می‌کنید چون در همین راستاست، من خیلی خوشم اومده. اینجوری آره اتفاقا اگه بشه، چون ما وقتی میایم دانشگاه فقط همون مهندسی کامپیوتر رو می‌بینیم، حالا نسبت به درسایی که میایم حالا برنامه‌نویسی و اینا دیگه، ولی شغلای دیگه توی حوزه وب هستن که اصلا ما آشنایی نداریم. شاید ما اونا رو دوست داشتیم و فقط چون آشنا نبودیم اومدیم سمت این شاخه. حالا دوست داریم اگه بشه از بچه‌های دانشگاهی که حالا توی حوزه مختلف هم هستن باز بیاریم و حالا تقریبا 4-5 نفر قبول زحمت کردن توی حوزه‌های مختلف و تو جای خوبی هستن که یکیشون خودتون بودین، که انشالله این ادامه داشته باشه و بتونیم حالا با شغلای بیشتری آشنا بشیم، با حوزه‌های بیشتری آشنا بشیم که بتونیم شاید راه خودمون رو پیدا کنیم اونجا. من انجمن رو خب گفتیم فقط ACM داشته، ما دوست داریم حالا بتونیم ACM رو راه بندازیم. ما اساتیدمون همیشه میگن، چون الان ACM از دست دانشگاه صنعتی تقریبا در اومده توی دانشگاه دیگه در برگزار میشه، ولی خب ما همیشه همین حسرت رو میخوریم و استادامون هم بهمون میگن. حالا نمیدونم زمان شما دکتر بشیری قاعدتا بوده. بله. آره مثلا دکتر بشیری همیشه میگن که ACM رو یه زمانی دانشگاه ما برگزار میکرد ولی الان حتی تیم نمیتونیم بدیم برای مسابقات اونجوریه. ولی دوست داریم که حالا برگردیم به اون زمان و بتونیم حالا فعالیتامون یه ذره بیشتر کنیم. خب یه ذره از این بحثا بگذریم قبل اینکه حالا بریم سراغ ارشد. من میخوام توی همدان یه سری حالا کلمات بگم، شما حس و حالتون یا خاطری دارین یا در حد یه جمله نسبت به اون جمله، نسبت به اون کلمه برای ما یه جمله‌ای بگین که ببینم چی به ذهنتون میرسه توی اولین بار که بشنوینشون. خب اولین کلمه همون همدان، چی به ذهنتون میرسه یا خاطره‌ای دارین یا حس و حالتون نسبت به همدان؟ من سعی کنم خیلی خلاصه بگم که آره خیلی زیادم تایم شما رو نگیرم. همدان شهر خوشگل و دوست داشتنی، یعنی واقعا من که خیلی واقعا لذت بردم اونجا. کلا شهریت همدان رو من خیلی دوست دارم. الان یه شرایطی دارم که چون حالا اینم بگم، من ازدواجم که تقریبا هلوشه 2-3 سال بعد از فارغ التحصیل لیسانس هم اتفاق افتاد، با همکلاسی خودم توی همدان بوده، خانم نگار کشورپرست. اینجوری الان شرایط ما که چون همدان کلا شروع کننده، یعنی یه بستری بود که ایجاد کرد رابطه من و ایشون، حداقل سالی یه بار داریم سفر می‌کنیم به همدان. آره رفت آمد داریم. هم رشته‌ایتون هم بودن یا از؟ آره از سخت افزار بودنشون. بعدشون همون مثل خودتون توی آیتی هستن؟ پس کام آره تو همین صنعت فعالیت می‌کنن. خب خیلی عالی. پس انشالله حالا سری بعد که اومدین بتونیم حالا یه برنامه بشیم حضوری در خدمتتون باشیم. حتما در خدمتتون. خب در مورد پارک مردم چی؟ لونا پارک دیگه. آره لونا پارک. لونا پارک آفرین. من لونا پارک چیز کنم، حالا ببخشید خواست همون نوشته بودم لونا پارک، بعد حالا بچه‌ها گفتن نه کلمه رو تغییر بده پارک مردم، چون بیشتر با پارک مردم میشناسن. گفتم نه بابا لونا پارک معروف‌تره. آره لونا پارک چی؟ محل آنتراکتور بین کلاس‌ها، اتوبان اچوتی. ما کلا اون طرف چیز داریم، یه پیاده رو داریم که کنار اونو بهش میگفتیم اتوبان اچوتی، چون هر دفعه از اون طرف مثلا راه میافتادیم بریم کنار پارک، غیر ممکن بود مثلا یکی از بچه‌ها چوتی رو نبینیم. دقیقاً آره واقعا همینه. ما حالا بین کلاسمون آنتراکت میشه یا حالا میریم بیرون میشینیم، توی حیاط که معمولا وای نمیسن بچه‌ها. نه. خب دانشگاه صنعتی چی؟ حالا کلش آخه میدونی کلا خیلی زیاده. حالا خب کلمه بخوام بگم که حالا کلاسای 8 صبح محلق افراسیاب. دارینش هنوز استاد؟ آره بابا هستن. آره نمیدونم چه اصراری داشت خانم افراسیابی به کلاسای 8 صبح، نمیدونم چرا هیچ کدوم از کلاساشو در نمیذاشت، یعنی همش 8 صبح. من خودم 8 صبح رو کلا نمیرم. آره من تا بیدار میشم 9 9:30
کلاس‌ها رو نمیدونم. من معمولا درسایی که حذف میکنم درس 8 صبحم. یعنی یه چیز دیگه هم، یه المان دیگه هم داشتیم توی فضای دانشگاه که خیلی دوستش داشتیم و خیلی زود از دستش دادیم. اون مسجد، اون نمازخونه‌ای که الان اونجا خوب ساختن چیزی بود که وجود نداشت دیگه. یعنی سال 92 بود فکر کنم ساختنش. 2 سال که ما اونجا بودیم اونجا کلا آزاد بود، بعد پشتش هم بوفه بود. من فکر کنم کلا الان تغییر کرده فضاش. اونجایی که الان یه سری دفاتر وجود داره، نه پشت نمازخونه دقیقاً پشت نمازخونه شده چیز مرکز نوآوری. آره اونجا قبلا بوفه بود کلش. یعنی الان نمیدونم باورت بشه یا نه کسی گفته بهت، یعنی از اول که وارد میشی تا انتها همش بوفه بود. یه علی آقا نامی داشتیم اونجا که صبح مثلا تا نزدیکای ظهر املت میزد. بعد ما مثلا کلاس 8 صبح میرفتیم، بعد میومدیم بیرون 10 مثلا کلاس داشتیم، غیر ممکن بود یه روز مثلا نریم املت بخوریم. هر روز میرفتیم. آره املت علی آقا هم خیلی معروفه، مثلا ورودیای 91 به پایین دانشگاه کلا با اینم خیلی خاطره داره. آره الان اتفاقا همین شکل هست، ولی خب فکر کنم بوفه جای بهتری رفته پشت ساختمون اصلی و کنار اون رودخانه است دیگه. حالا هم پس فضاش خیلی فضای دنج‌تر و بالاتریه. فضای خیلی باحالی شده الان. آره واجب شد یه دور دیگه لیسانس بخونیم. آره حتما ان شاء الله یه بار بیایم با هم بریم. بعد از دوستای زمان دانشجوییتون کسی هست که الان با شنیدنش یادش بیافتین؟ حالا کلا یادشون بخیر، یعنی کم و بیش خیلی کم با دوستای زمان دانشجویی در ارتباطم. حالا اکثرشون با وجود اینکه تهران هستن به خاطر حالا موقعیت شغلی که دارن درگیر شدن مشغول، ولی راستیتش گفتم اول مکالمه اون فضایی که تو زمان لیسانس به وجود میاد و اون گرد همایی اون دور هم بودنه دیگه چون تکرار نمیشه به خاطر تغییر کردن فضای زندگی و شکل دغدغه دیگه، واقعا ارتباط برقرار کردنه و دور هم جمع شدنه به خصوص با اون تعدادی که بودیم فضای بابود اتفاق نیفتاده. یعنی از بعد لیسانس شاید 1-2 تا ایونت فقط ما ست کنیم که مثلا 4-5 نفر حتی در حد 4-5 نفر هم دیگر ببینیم، ولی بعد از اون دیگه اتفاق نیفتاده. بچه‌ها بچه‌های فعالی هم همشون در خودشون دارن. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که یادش بخیر. البته شما همسرتون که دوستتون بوده دیگه بالاخره با همیشه همیشه با همین فکر نکنم کسی پیدا بشه که حالا هستن ولی خیلی کم تا این حد با هم در ارتباط باشه. و ترم 1 چی؟ با شنیدن ترم 1 چه سوالی؟ ترم 1 من به فنا رفتم. چرا؟ من ترم 1 7 واحد افتادم. باور نمیشه. ترم 1 خب فضای جدیدی بود، بعد مثلا درس هم علاقه ندارم ولی خیلی ازش درس گرفتم. یعنی من تا دم مشروطی رفتم ترم 1 ولی به خودم اومدم و دیگه از اونجا بعد جمع کردم داستان. خب اون اتفاقی که افتاد و اون واحد اصلی که من افتادم باعث شد که کلا انتخاب واحدامی مقدار تحت تاثیر قرار بگیره و درسای اصلی بود که افتادم و همین شاید باعث شد که من 9 ترمه بشم، یعنی ترم 1. ولی خب یه تلنگر خیلی خوبی بود، یه چیزی بود که اگه اتفاق نمیافتاد شاید اتفاقای بدتری. آره قبوله. من حس میکنم این ترم 1 یه تلنگری میزنه. خب حالا خیلی هستن همون میاد دانشگاه به قول شما ترم 1 حالا خیلی جدی نمیگیرن، یه درس زیادی میافتن ولی دیگه ترمای بعد برای اینکه اون رو جبران کنن اینا خیلی پیگیرتر میشن و باعث میشه که حالا درسشون اوکی بشه. ولی بعضیا مثل من که ترم 1 رو خیلی جدی گرفتن، من خیلی درس میخونم ترم 1 و کلا از درس زده میشن و ترمای بعدی رو ول میکنن و حالا من خوب نشده برام ترم 1. بعد شب امتحان چی؟ گفتین شب امتحانی هستین شدید. شب امتحان ببین چون ما کل ترم جمع کردیم شب امتحان یه جایی بعد دیگه مثلا میشد که خب این موخه خب بالاخره یه ظرفیتی داره دیگه، یعنی مثلا از یه جایی بعد دیگه کلا هنگ میکردیم. بعد سلوشنمون این بود که خیلی راحت بگم میرقصیدیم آقا. یعنی مثلا ما بعد چند ساعت که مثلا دیگه میدیم آقا واقعا دیگه پتانسیل وجود نداره از این همه حجم مطلب زیاد،
یا مثلا پا می‌شدیم راحت دیگه می‌رقصیدیم، مقدار آدرنالین سطح آدرنالین بردیم بالاتر و همین باعث شد که امتحانا رو پاس بشیم. هر کدوم امتحانایی که من یادم استاد بعضی‌شون خب کلیپ و عکس و ایناش هست. شب امتحانش مثلا می‌رقصیدیم دور هم دیگه تو خوابگاه امتحانا رو پاس می‌شدیم. یه ما رمز عجیبی بود. دقیقا اصلا نمی‌دونم چرا عجیبه این شب امتحان، اصلا آدم یه سوال دیگه داره، یعنی یه انرژی آره. مضاعفی یه داره. دنیای دیگه. آره باور کن ما کل ترمو یا حالا میخوابیدیم یا میرفتیم حالا بیرون گشت و گذار و اینا، ولی شب امتحان که باید درس بخونیم مثلا شبای دیگه میتونستیم حالا مافیا بازی کنیم، نه یه سری بازی‌ها، رقص، همون به قول شما این کارا، ولی خب شب امتحان این فعالیت‌ها پیش می اومد. یعنی ما مثلا یادم ترم پیش شب امتحان مثلا هر شب ما تا ساعت 6 صبح مافیا بازی می‌کردیم. بعد مثلا 8 تا 10 امتحان داشتیم، بعضی خواب می‌موندن، بعضی حالا میرفتم با یه وضع فجیعی، ولی باز عمل کردم خوب بود، یعنی حداقل پاس میشدیم. خیلی باحال بود، یه تجربه باحالی شب امتحان که حالا به قول شما آدرنالینه انگار میزنه بالا. نیاز نه. آره. بعد کنکور ارشد. ارشد نقطه عطف مسیر تحصیلی شغلی من. یعنی اونجایی بود که فکر می‌کردم دیگه باید کلا بفهمم چیکار میخوام بکنم. مسیری که سر راه ارشد برای خودم ایجاد کردم و رفتم سمت کلا خوندن اون مقطع تحصیلی، جایی بود که شروع کردم کلا یاد گرفتن راحت کردن، چیزی که حالا قبلا وجود نداشت. یعنی که من بفهمم خودم چی میخوام و بحث مسیر شغلی یه طرف، اینکه سعی کنیم آدم یادگیرنده باشیم یه موضوع. از مقطع ارشد اون اتفاق واسه من افتاد، بخاطر همین کلا نقطه عطف بزنیم. پس ارشد یه نقطه عطف خوبی بوده برای شما. حالا پس تا اینجا که اومدیم بزنید، چون خیلی درگیرینن که اصلا ارشد رو بخونم یا نه. خب و شاید یکی مثل خود من که مثلا یه انگیزه شاید بخونه ارشد ندارم، با اون که میدونم شاید خوبم هستا، یعنی شاید دوست داشته باشم بخونم، ولی حس میکنم انقدر بازدهی برای من نداره و شاید من برم تو دل کار یه 4-5 سال کار کنم بعد بخوام ادامه بدم بهتر باشه. ولی خب دوست داریم حالا تجربه شما رو تو این زمینه بشنویم، ببینیم اصلا شما همچین حسی رو داشتین اون موقع، نداشتین که بخونین نخونین. بعد پسرام یه مشکل دیگه هم دارن، خب سربازیه، یعنی شاید یه سری اصلا فقط به خاطر سربازی دارن ارشد رو میخونن، یا حالا کلا شما این مباحث براتون پیش اومد، این سوال بود براتون یا نه؟ ببین بازم برمیگردم به صحبت اولیه خودم توی جلسه‌مون. من داشتم گفتم که ببینیم چی می‌خوایم دیگه، ببینیم کلا چه سمت و سوی می‌خوایم بریم، تو چه مسیری حالمون خوبه. اولا که حتما برید اون دوره طراحی مسیر شغلی همین آرامشو ببینیم. بعد که اومدیم و حالا سعی کردیم که تصمیم به یه موقعیتی داشتیم تصمیم می‌گرفتیم در مورد ارشد خوندن، در مورد حالا الان برم سربازی، بعد برم سربازی، الان برم کار کنم، بعد ارشد بخونم. همه اینا دیگه وابسته میشه به اون تصمیم شخصی که خودتون میخواین بگیرید. یعنی اصلا هیچ نسخه‌ای وجود نداره که حالا من بگم ارشد خوبه یا نه، یا یکی دیگه مثلا این مسیر رو یا حتما این مسئله رو بیا. همه چی برمیگرده به اینکه خودتون برداشتتون چیه. اگر این باشه، اگر یه هدف تر و تمیزی واسه خودتون ست کرده باشی، به سمت اون هدف دارید میرید، بهترین تصمیم رو موقعی که باید میگیرید. این که حالا الان ارشد برم بخونم بهتر میتونم موقعیت حالا مثلا تحصیلی یه فاندی بتونم پیدا کنم، مهاجرت بکنم، برم از ایران، نمیدونم نه بمونم کار کنم، همش در سایه اون تصمیم گیری شخصی. منتها اینا نباید تبدیل به هدف بشن. یعنی اینکه من الان برم ارشد بخونم خودش هدف نیست، اینکه من برم مهاجرت بکنم خودش واقعا یه هدف نیست. برم مهاجرت کنم، برم اونجا تحصیل کنم که چی بشه؟ اینکه بعدش میخوام چیکار بکنم یا تو چه مسیری هستم خیلی سوال درست تریه تا اینکه ارشد بخونم یا نخونم. من خودم اگه بخوام واسه شخص خودم بگم، چون از لیسانس نتونستم واقعا جواب بگیرم، یعنی هیچ کدوم از گرایش‌های لیسانسمو نتونستم بهش علاقه‌مند بشم و برم سمتش و میدونستم که تو صنایع اتفاق بهتری برام میفته، رفتم اون سمت.
یکی هست میخواد تصمیم بگیره بره مثلا ارشد بخونه که بتونه مثلا یه پول فاند بگیره مهاجرت کنه، خب اوکی باید ارشد بخونه اگر هدفش اینه که بره مهاجرت کنه و اونجا یه سری هدفهای دیگر رو دنبال کنه. یه نفری نه دوست داره آقا سریعتر بره کار پیدا کنه و فکر میکنه که حالا اون دانشی که داره در حد بازار کار هست که استارتو بزنه و شروع کنه توی شرکت نظر خودش کار کنه، استاپ کنه، بره حتما خدمتش رو تموم کنه و بره سراغ کار کردن، یا حالا مثلا بتونه اینا رو توأم کنه. خیلی بستگی به اون هدف شخصی داره. واسه شخص من، چون واقعا من دنبال این بودم که توی صنایع یه مدرکی داشته باشم و فضای اکادمیکش بیشتر آشنا باشم، گرایش رو بشناسم، تصمیم به ارشد خوندن تصمیم کاملا درسته. کاملا. پس شما میگین مهم نیست لیسانس حالا چجوری بوده، خب شما بستگی به این داره که هدفتون چیه برای ارشد خوندن. خب خودتون رو بشناسین اول، حالا نسبت به اینکه خودتون شناختین میتونید تصمیم بگیرین که ارشد بخونم یا نه برم سربازی، یا نه برم مشغول یه جای کار بشم، یا حالا مهاجرت و اینه. خب خیلی عالی. بعد یه چیزی حالا من همین الان ذهنم رسید، اینکه شما از چجوری با صنایع آشنا شدین اصلا؟ خب چرا مثلا اول صنایع رو انتخاب نکردین؟ این در طول 4 سال کارشناسی بود که باهاش آشنا شدین، یا قبل اونم آشنایی داشتین با اون و با اون ویژگی مدیریت تیم خودتون و رهبری کردن اینا؟ دقیقاً. ببین کلا یه سری شناختهای اولیه رو آدم از خودش داره دیگه. ممکنه مثلا چون اکثر رشته‌ها و اکثر فعالیت‌ها بلک باکسن و دیتیلش رو نمیدونی، صرفا عاشق اسمش بشین. مثلا کامپیوتر فکر کنم یه همچین انتخابی بود واسه من چون واقعا فعالیتش رو ریز نمیدونستم انتخابش کردم، در صورتی که واقعا اون تمایل به کلا رهبری، تمایل به کامیونیکیشن با آدم، تمایل به ساختن و خلق کردن یه ارزش وقتی من دیدم که در درون خودم وجود داره و خب تاثیرات اطرافیان اونا هم خب وجود داشت. مثلا یه دایی داشتم که ایشون خب حوزه مدیریت پروژه فعال بود، قبل از اینکه من بخوام مثلا وارد دوره لیسانس هم بشم ایشون شروع به کار کرده بود تو این حوزه. لیسانس خودش صنعتی همدان بود، صنعتی اصفهان بود ببخشید، و داشت کار میکرد، وارد حوزه کار شد و من چقدر باحال مثلا کارش ازش میپرسیدم و این زمینه حالا شکل‌گیری اون علاقه بود. بعد دیگه حالا اومدیم لیسانس و بعد دیدم خب حالا از لیسانس میتونم پول بزنم برم اون طرف دیگه، یکی از گرایش‌های مثلا صنایع شروع کنم ادامه تحصیل دادم. ریشه از اینجا شکل گرفت. من حس می‌کنم این خانواده خیلی تاثیر داره واقعا، یعنی اطرافیانت که توی اون رشته باشن یا نه، چون باعث میشه که شما آشنایی داشته باشین دیگه. من خودم مثلا شاید خانواده خیلی دوست داشتم برم سمت حالا رشته پزشکی و پیراپزشکی، ولی خب چون که به قول شما منم هم عموم هم پسر عموم هم دختر عموم همه توی رشته کامپیوتر تحصیل کردن و من همیشه حالا میدیدم کاراشون و اینا، منو قلقلک میداد. خب و خیلی مثلا یه دعوای طولانی داشتم سر این که من حتما باید برم رشته کامپیوتر رو بخونم و اینا میگم به خاطر اون بود که من یه آشنایی داشتم با اون. ولی جلوتر که اومدم مثلا با استارتاپ آشنا شدم، با مدیریت کارآفرینی اینا، دیدم علاقه من اصلا شاید مهندسی کامپیوتر هم نبوده، همون رهبری کردن و خلق یه ارزش و اینا بوده. بس به نظر من همون پادکست کار نکنه شاید اگه بچه‌ها بخوام ببینن قبل اینکه انتخاب رشته کنن، من شاید مثلا اون زمان اونا رو میدیدم، مسیر زندگی من شاید مسیر تحصیلی من حداقل بگم شاید عوض میشد. خب شاید مثلا مدیریت کسب و کار نو میخوندم توی مثلا این دانشگاهی، شاید مهندسی کامپیوتر نمیومدم. ولی خب الانم که اومدم پشیمون نیستم، ولی به قول شما منم ارشد احتمالاً کامپیوتر رو ادامه ندم اگه بخوام بخونم و برم سمت حالا مدیریت کسب و کار. خب خیلی ممنون، حالا نکته خیلی خوبی رو بهمون گفتین. یه سوالی هم داشتیم که حالا اونو پرسیدم در مورد اینکه چی شد اصلا صنایع رو انتخاب کردین. فکر کنم دیگه بچه‌ها کاملا متوجه شدن. یه سوالی که اگه بخوایم بپرسیم اینه که حالا قبلش یه چیزی بپرسم. قبلش این که ارشد اصفهان رو ترجیح میدین یا کارشناسی همدان؟ فضای تحصیلیش اون زمان 4 سالی که بودیم با اون 2 سال کدومش بهتر بود براتون، جذاب‌تر بود؟ خیلی بستگی به این داره که تو چه فیلدی بخواید مقایسه‌اش کنی. اول کلی بگیم بعد
آره خب ببین نمیشه کلی گفت، واقعا خیلی با هم فرق دارن. من دوره ارشدم که شروع شد خب همزمان بود با مثلا حالا شروع تقریبا وضعیت تحولم و حالا ارتباطی که با خانوادم داشتم و خب دغدغه ها داشت شکل و رنگ دیگه ای میگرفت. اصلا اینجوری من میگم که دغدغه داشت شکل میگرفت. دوره لیسانس که خیلی آدم دغدغه‌مندی نبودیم، جز این که مثلا می‌خواستیم درس رو پاس کنیم، حالا نمره خوبی بگیریم، بشناسیم. کما اینکه این فضا هم خیلی واسه خود من وجود نداشت سال سوم. منتها خب از ارشد دیگه کلا فضا فرق میکنه. ببین مثلا من اگه بخوام از دیدگاه اون میزان مثلا صمیمیتم با بچه‌ها، ارتباطی که تو دانشگاه داشتیم، میزان اون خوش گذشتن اون افرادی که میشناسیم، خب بخوایم مقایسه کنیم هیچ چیزی لیسانس نمیشه. ولی خب تو زمان ارشد و حالا دانشگاه صنعتی اصفهان کلا فضا فرق داشت. اونجا خب دانشگاه تقریبا جزو دانشگاه تاپ رنک ایرانه. وقتی میری داخلش خب همه دارن در تکاپوان، همه در کسب حالا مثلا یه مسیری، یعنی در پی خلقی مسیری واسه خودشون. بعضی دارن سعی میکنن که مقاله حالا مثلا ساب میکنن برن از ایران مهاجرت کنن، بعضی دارن میرن سمت حوزه کاری. خیلی فضا اونجا واقعا متفاوته. البته این که من زمان ارشدم اونجا خب تحصیل کردم بی تاثیر نیست، شاید مثلا لیسانس اونجا بودم یه حرف دیگه میزد. منتها کلا اینجوری بخوام بهت بگم فضا توی دانشگاه برتر ایران خیلی با مثلا دانشگاه ما فرق داره، خیلی فضاش فرق داره. کلا اساتید خب اساتیدی یعنی که خیلی جدی ترن، خیلی مثلا توقعات بیشتره نسبت به اشوتی و کلا من حس نکردم دوره ارشدم، یعنی با تمام تفاصیلی که دارم بهت میگم که حالا مثلا نقطه عطف خوب بود و اینا، واقعا به طرفت العین تموم شد. یعنی من عملا فقط 2 ترم واحد داشتم و از اونجا بعدش دیگه جوین صنعت شدم. کارم استارت دادم از سال 96 تقریبا، 95 که بودم 96 کارم استارت بود. یعنی 2 ترم من فقط دانشگاه بودم، بعد از اون دیگه عملا داشتیم که کار میکردم در کنار سرگرم هم دفاع کنم. کلا تفاوت بنیادین وجود داره بین این دو تا دانشگاه. پس یعنی شما زمان ارشد وارد حوزه کار شدین نه بعد گرفتن مدرکتون؟ آره. یعنی در حین تحصیل بود که مثل بود. آره. خب می‌خوای در مورد حالا از دانشگاه فاصله بگیریم بریم توی حالا فضای مسیر شغلیتون، از شروعش بهمون بگین چی شد که اصلا وارد این پوزیشن شدین؟ اول اسکرام مستر بودین یا حالا شغل دیگه رو تجربه کردین؟ بعد اصلا کلا در مورد اون زمان بهمون بگین دیگه، مسیر شغلی که داشتین چجوری بود که به این سمت کشیده شدین؟ ببین من مسیر شغلی خب یه بیسی وجود داشت که فکر می‌کردم حالا مثلا علاقه اینوریه، درستم فکر می‌کردم. اون تا تمیز نبود، یعنی فکر می‌کردم که خب حالا من میتونم تو حوزه فروش بازاریابی مثلا موفق بشم، میتونم مثلا تو حوزه مدیریت پروژه دارم، فضای استراتژیک هم مثلا خیلی دوست دارم و اینا. بعد رفتم هر کدوم از اینا رو تو تجربه اول دومم تجربهش کردم. یعنی اتفاق خوبی که واسه من افتاد این بود، من اولین تجربه کاریم حالا یه جورایی ریفر دادم. یکی از دوستای خوبم بود توی شرکت پایان‌های داده نوین PDN که تو صنعت حالا مثلا تولید ران کردن یه جورایی پروژه‌های دولتی بیشتر داره کار می‌کنه. یکی از دوستام آقای عرفان محبی که همچنان اونجا هست ما رو معرفی کرد و استارت کارمون از اونجا خورد. خب فضای کلا بحث مدیریت پروژه بود، تحلیل نیازمندی کارفرما بود، تفهیمش به تیم توسعه‌ای که اونجا وجود داشت بود و خیلی از کارهای حالا روتین اجرایی در دل این کار تو این تجربه تقریبا یه ساله‌ای هم داشتم، خیلی فضای مختلفی رو تجربه کردم. یعنی هم این فاز مدیریت پروژه وجود داشت، هم کارهای اجرایی میکردیم، هم بحث مذاکره داشتیم. تجربه خیلی خوبی بود و به خاطر همین من مثلا بعد از این مدت که حالا اون تو موقعیت بودم و همچنین موقعیت بعدی که استارت دادم متوجه شدم که خب اینا رو من فکر میکردم که بهش علاقه دارم،
حوزه مثلا فروش و بازاریابی و اینا رو فکر میکنم فکر بهش، می‌کردم. در صورتی که واقعا اکتیویتیش و فعالیتش خیلی دوست ندارم. همه اینا باعث شد که این تجربه مثلا 1-2 سال اول باعث شد که خالص بشه و پیور تهش این بحث مدیریت پروژه، مدیریت محصول، بحث فضای استارتاپی و حالا رسیدن به مفهومی به نام اجایل و اسکرام شکل بگیره. میگم همه اینا هم از دل تجربه کردنه اومد. به خاطر همین هم است که گفتم اول صحبت اگر که تو دوره لیسانس کسی سعی کنه این فضاها رو حالا از جنس فعالیتش بشناسه و یه حالا آشنایی نسبی در حدی که بتونه حالا مثلا این تجربهش هم بکنه، حالا در حد کارآموزی یا هر چیز دیگه، کسی که مثلا تجربه کرده صحبت کنه، خیلی باعث میشه که بیشتر پیشرفت کنه، کمک میکنه که بیشتر خودش رو بشناسه. اما اتفاق خوبه زودتر براش بیفته. اتفاقی که مثلا من میتونستم سال مثلا 90 91 92 تجربه کنم و به خاطر این که وجود نداشت فضا اطرافاً سال مثلا 97 تجربه کردم، 96 تجربه. بعد یه چیزی این که مدیریت پروژه شما همون اولم شما با اجایل شروع کردین یا حالا با ایکس پی، نمیدونم چیزایی که حالا توی دانشگاه دارن بهمون درس میدن اینا، یا آبشاری واترفال، نمیدونم اینا اونجا که ما بودیم دانشگاه رفتین توی صنعت یا نه خودتون علاوه بر اون خوندین؟ چون فکر میکنم اجایل اسکرام درس نمیدن. نه الان که دانشگاه نیست. نه الان ما نداریم. نه ببین ما اولا که من خودم مثلا تو فضایی که داشتیم و درسایی که داشتیم مثلا درس مهندسی نرم افزار برای ما چیز نبود، روی سیلابوس درسی ما نبود. من خودم مثلا مهندسی نرم افزار نگذروندم. یه توصیه دیگه هم حالا در کنار این یادم اومد بکنم اینه که درس اختیاری هم خیلی بچه‌ها خیلی بهش توجه کنن. یعنی با توجه به اون مسیر شغلی که شناختن سعی کنن که درس اختیاری خیلی خوبی بردارن که کمک کنه به تقویت اون مهارتایی که بیس بخوام داشته باشن تو فضای کاری خودشون. ما اون زمان که بودیم سعی می‌کردیم فقط درسای راحت گلابی به اصطلاح خودمون برداریم که نمره رو بگیریم معدل آفرین. آره. ولی خیلی اون بحث درس اختیاری بهش توجه کنم بچه‌ها. اینجوری بهت بگم که من وقتی استارت کار اولمو زدم تو فضای مدیریت پروژه، خب میگم که ما داشتیم آنالیز می‌کردیم که کارفرما چی میخواد، بعد بیام تفهیمش کنیم که بچهای مثلا تیم توسعه که بودن اینو دیولپ کنن. خیلی مشکل به وجود میومد. مدل همون سنتی بود، واترفال بود. یعنی یه تفهیمی وجود داشت، یه سری مستندات وجود داشت. میومدیم اینو مثلا حالا جلسه میذاشتیم، تفهیم میکردیم، توضیح میدادیم، استیمیت میگرفتیم، میرفتیم مثلا 4 ماه دیگه بر اساس مثلا نظر تیم فنی که 4 ماه دیگه این دیولپش آماده است، میرفتن تو قاره تنهایی خودشون میشستن و دیولپ میکردن. بعد خب این محل اشکال، یعنی به سری مشکلات میخوردیم که سعی میکردیم همونجا خودمون مثلا یه سولوشنی بدیم، حالا با مطالعه که آقا این ارتباط بین کارفرما و تیم توسعه باید مداوم باشه. بعد مثلا شما یه چیزی که فهم می‌کنی باید کل این اسکوپی که هست، اسکوپ بزرگی پروژه مثلا حالا دولتی، شما باید ریزش کنی، خردش کنی و کم کم شروع کنی انجامش دادن و هر چیزی هم که حالا هر تیکه‌ای از کارم که انجام دادی بدی کارفرمایی نگاه بکنه، یه فیدبکی ازش بگیر. یه سری مشکلات این شکلی خودمون شروع کردیم مثلا سعی کنیم که حل کردن. بعد رسیدیم به مفاهیمی حالا مثلا مثل اجایل و دیدیم که نه مثلا واقعا وجود داره، یعنی همچین دیدگاهی وجود داره. من اولین بار اونجا باش آشنا شدم. کتابایی که وجود داشت، حالا سورس‌های اصلی که وجود داشت، خود حضرت ماهی‌کون رو من کتاباشو خیلی علاقه داشتم خوندم، جف ساترلند و سعی کردیم تو همون فضایی که بودیم سولوشن‌ها رو ببریم به سمتی که تیم رو حالا اسکرامیش کنیم به اصطلاح. از اونجا شکل گرفت، از اونجا ایجاد شد و مشکلاتی که در دل کار بود رو دیدیم و رفتیم سمت شناختن فضای خودمون. خب حالا ما آشنایی اولیه با اسکرام به بچه‌ها دادیم. خب یعنی اسکرام چی؟ حالا یه پستی توی اینستاگراممون رفتیم و حتی شما رو معرفی کردیم اونجا و یک آشنایی اولیه بهشون دادیم و خیلی میشناسن دیگه این حوزه رو و این شغلو. ولی خب حالا توی صحبتاتون هم همین الان بهش اشاره کردین که اصلا میخواد چه چیزی رو حل کنه، چیکار میکنه
یه ذره حالا در حد خیلی کوتاه، نمیخوام زیاد وقتتون بگیریم، بگیم که اصلا اسکرام چیه و کار اسکرام مستر چیه. خب الان اشاره کردیم بهش، ولی حالا گذری بازی یه بار دیگه بهش اشاره کنیم که بریم سراغ حالا سوالای بعدیمون، سوالای بچه‌ها که دارن در این مورد که بپرسیم. ببین کلا ما توی فضای مختلف، حالا این بحث اسکرام و اجایل من یه ذره بزرگتر بهش میگم، چون اسکرام یه فریم ورکی هست، یه قالب کاری هست که برآمده از یه مایندستی به نام اجایل، یا حالا ترجمه که اتفاق افتاده بهش میگیم چابک. خیلی کلی بخوام بگم، کلا اجایل و تفکر اجایل و حالا لباسی که به عنوان اسکرام، قالبی که به عنوان اسکرام ما داریم معرفیش میکنیم و سعی میکنیم تو فضای کاریمون بریم سمتش رو از اون استفاده کنیم، یه رویکردیه که برای حل مسئله تو فضای پیچیده استفاده میشه. ببین وقتی مثلا ما یه مشکلی رو میخوایم حل کنیم، یه سوالی داریم میخوایم بهش پاسخ بدیم، یه سولوشنی رو طراحی کنیم، خیلی بستگی به این داره که چه فضایی است. اگه فضای ساده‌ای باشه یا فضای کلیری باشه یا واقعا آشوب باشه، خیلی وقتا اسکرامه و اجایلی به کار نمیاد، یعنی واقعا واسه هر سولوشنی هم خوب نیست. ولی تو فضاهای مثلا پیچیده، فضایی که واقعا گنگی وجود داره، ابهام وجود داره، اسکرام و حالا مایندستی که اسکرام از دلش نشأت گرفته، اجایل، یه طرز تفکری هم که میتونن پاسخ بدن به این رسیدن به این سولوشنه. این خیلی هم گنگی یعنی کلی چی بخوام منظورتون؟ گفتین یه گنگی وجود داره، توی فضای وارد میشیم که گنگه برامون پیچیده است. منظورتون چی از این گنگیه؟ ببین مثلا فرض کن یه کارفرمایی میاد پیش شما، حالا بخوام مثلا تو فضای تولید محصول بخوام، یه کارفرمایی میاد پیش شما میگه من مثلا یه آنلاین شاپ میخوام مثل دیجیکالا، مثل دیجیکالا باشه، این محصولات هم میخوام مثلا بذارم توش بفروشم. خب یه تایتلی که به شما گفته و یه نیازمندی که مطرح کرده، ولی واقعا شما نمیدونید نیازمندی دقیقاً قراره به چی رو قراره پاسخ بده، چه جوابی میخواد داشته باشه، چه درآمدی میخواد طرف از این درخواستش داشته باشه، شما چه جوری باید اون رو پیاده کنید، اصلا از چه پروتوتایپ باید استفاده بکنید، از چه زبان برنامه‌نویسی میخواید استفاده کنید، چه بک‌اندش چه فرانتش. پر از ابهام و پیچیدگیه. یعنی یه تایتل نیازمندی میاد سمت تیم توسعه، ولی خب تیم توسعه واسه اینکه برسه به اون پختگی که واقعا میخواد چی تحویل مشتریش بده، با یه عدم قطعیت مواجهه، با یه پیچیدگی مواجهه، و این پیچیدگی، این هدف کلی که داره مطرح میشه، باید خورد بشه و آروم آروم ما برسیم به اون هدفی که مد نظرمونه. همینو میخواستم بگم، اجایل کلا دنبال اینه که شما یه ستاره قطبی رو تو ذهنت تصور کنی. اون ستاره قطبی هدف شماست، هدف کارفرمای شماست، هدف اون فردیه که اون مسئله سخت رو به شما میده. و اگر بخواید با اجایل مایندست و فریمورکاش مثل اسکرام برید اینو حل کنید، باید بیاین خورد خورد به مسئله نگاه کنید، آروم آروم اون ستاره قطبی تو ذهنتون داشته باشید، نهایتاً به اون نگاه کنید، ولی خب استپ بای استپ برید به سمتش، یعنی خورد کنید مسئله رو واسه خودتون، کوچیک جواب بدید، برید جلو، فیدبک بگیرید، دوباره استپ بعدی رو طراحی کنید و برید به سمتش. کلا اجایل و اسکرام و تمام فریمورک‌ها که داریم، حالا با دیتیل مختلف، من نمیخوام خیلی وارد بشم، دنبال همین پاسخ دادن به نیازمند. چه تعبیر قشنگی داشتین، گفتین ستاره قطبی رو بگیرین، بعد نسبت به اون حالا تیکه تیکه بسنجین و برین جلو. مثلا اولین بار بود اینو میشنیدم و فکر کنم بهترین تعریف از که اجایل هم همین بود واقعا. خب در مورد گرفتن پروژه ها گفتین، میخوام از چالش‌های تیم اسکرامیتون و خب شما رهبر این تیمین و چالش‌هایی که با کارفرما دارین، با تیم دارین، این ارزش‌ها رو تو ذهن تیمتون جا بندازین برای کارفرما. همینطور خب کارفرما ما دیدیم دیگه معمولاً خروجی میخواد و زیادم خودش اصلا از این چیزا خبر نداره که اجایل شما باید قدم قدم کوچیک کوچیک ما برداریم. میاد میگه من یه پروژه مثل دیجیکالا میخوام، همه این فیچرها رو هم داشته باشه و شما بیا همه رو بزن برای من. مثلا شما میگه مثلا توی 6 ماه به من تحویلش بده. خب این راضی کردن کارفرما چه جوریه برای شما، برای رهبر تیم اسکرام، تیم حالا که داره اجایل پیش میرن؟ سخت نیست؟ چالشاش چه جوریه؟
خب یه این ذره دو از تا این بعد مبانی. داره دیگه. همونجور که گفتی کلا یه بعد بحث تعامل با کارفرما و لایه‌های بالاتر حالا زینف کل زینفایی که وجود دارن. رو یه وقت هست شما توی سازمانی داری کار میکنی، توی شرکتی داری کار میکنی که خود مدیر عامل هم یکی از زینف‌هاست، یه وقت هست نه مستقیما یه پروژه‌ای داری کار میکنی. یه بحث اینه. یکی هم خب چالش‌هایی که ممکن در دل خود تیمه به وجود بیاد، فضایی که کلا اجایل مایندست و فریم ورکاش یه جوریه که داره سعی میکنه هر دو طرف رو سعی کنه براش سولوشن داشته باشه دیگه. ما برای اینکه بتونیم مشتری خودمون رو راضی کنیم توی این فضا همیشه سعی میکنیم باهاش ازش فیدبک بگیریم، باهاش در تعامل باشیم. خیلی سفت و سخت به این موضوع، حالا مثلا کاری که هست به این قراردادی که باهاش بستیم برخورد نکنیم. مقدار تعاملات و نسبت به اون قراردادی که بستیم با مشتری و اولویت قرار بدیم. مداوم سعی کنیم که حالا اون نقطه نظراتی که مشتری داره رو مستقیم توی کار خودمون دخیل کنیم. این رویکرد اجایل واسه این که مشتری رو سعی کنیم راضی نگهش داریم که اگه هم یه وقتایی مثلا بسته به شرایط دیگه مثلا دل انجام کاریم واقعا یه سری مشکلات وجود میاد، کار ما رو ممکنه عقب بندازه. ولی اگر مشتری باش پا به پای شما بیاد جلو و در دل پیاده سازی شما باشه و سعی کنید دخیلش کنید توی تصمیم سازی و تصمیم گیریتون، خیلی وقتا ممکنه شما رو درک کنه که آقا همچین مشکلی به وجود اومده، من برای اینکه مثلا میخوام فلان فریم ورک رو استفاده کنم که بعداً مثلا ریسپانس سیستمم یه مقدار بهبود پیدا کنه، خب الان اینو میرم سمتش بهبودش میدم، به جاش مثلا محصول تو رو نیازمندی تو رو یه ماه دیرتر به تو مثلا تحویل میدم. خیلی وقتا مشتری اینو درک میکنه. در صورتی که حالا تو روش قبلی، روش سنتی که وجود داشته که ما میرفتیم و تحویل میدادیم بعد به مشتری، چون تعامل نداشتیم با مشتری خیلی وقتا اینو درک نمیکرد. همین کافی بود مثلا یه روز کار شما به دیلی بخوره، به تاخیر بخوره، کلا شاکی میمونه. پس این تعامل کلا تو اجایل چون وجود داره، ما سعی میکنیم که حالا مشکلات از این دست رو با بحث کارفرمای خودمون زینفای خودمون رو حل کنیم. تو بحث چالش‌هایی که ممکنه تو دل تیم به وجود بیاد، چالش‌هایی که عمدتاً وجود داره، رفتن به یه فضایی که سمت یه فضایی که کلاً تعبیر شخصی به جای تعبیر تیمی و منافع شخصی به جای منافع تیمی به وجود بیاد. خیلی از افراد خب ممکنه تو دل فضای حالا کار، تیم‌های اسکرامی و تیم‌هایی که بر اساس اجایل مایندست دارن کار میکنن، اون محوریت کار تیمی رو درک نکرده باشن و دنبال حالا مشکلات و دغدغه‌های فردی خودشون باشن. اکثر چالش‌هایی که ما داریم توی شرکت‌ها رفتن به سمتی که بتونیم اینو شفاف کنیم و تیم رو کلا محور تمام خواسته‌هامون قرار بدیم، تیم بود کجا بندازیم. عمده مشکلاتی که وجود داره همینه، چالش‌هایی که من تجربه کردم. به نظر شما میتونه یه تیم بدون اسکرام مستر حالا پیش بره؟ یعنی اجایل باشه ولی اسکرام مستر نداشته باشه، شخصی که این کار رو هندل کنه. خب تیمای کوچیک استارتاپی شاید این توانی نداشته باشن که یک شخصی اصلا کلا جدا برای این موضوع بذارن و این بیشتر برمیگرده به، یعنی عهده این کار میفته گردن که حالا پروداکت اونر یا حالا پروداکت منیجرشون. به نظر شما برای تیم‌های استارتاپی، چون هدف لینکشیم اینه که بتونیم حالا تیم‌های استارتاپی کوچیک راه بندازیم و اولش یه سوال می‌خوام بپرسم، مثلا اجایل خوبه بعد حتما استفاده کنن نکنن؟ به نظر شما چجوریه برای یک محیطی که اصلا هیچ آشنایی ندارن، فقط شاید ذهنیتی دارن یا حالا یه تغییراتی کوچیک انجام دادن و میخوان اون عملی کنن، خب توی تیم‌های کوچیک حالا قرار شکل بگیره؟ و حالا سوال دومم همون بود که پرسیدم، اینکه به نظر شما اگه اسکرام مستر وجود نداشته باشه تیم نمیتونه اجایل باشه یا میتونه ولی خب حالا اون مهارت رو بلد نمیتونه بهتر پیاده کنن یا حالا همین؟ درست. ببین بازم گفتم بهت، اگر که باید ببینیم فضا چیه، یعنی اون کالچری که تو اون تیم وجود داره، اون نیازمندی که وجود داره واقعا چه نوع نیازمندی. اگر نیازمندی یه فضایی که کلا پیچیدگی وجود نداره و ما میتونیم پلن کنیم صفر تا صد کارمون رو، نه این نیاز به اجایل نداره، نیاز نداره ما خوردش کنیم.
اگر توی فضایی که ما واقعا باید یه محصول 0 تا 100 تست شده با کیفیت، مثلا فرض کن یه محصولی داریم تولید می‌کنیم توی حوزه مثلا درمان، خب مثلا می‌خوایم اطلاعات بیمارمون رو داشته باشیم، نمیدونم بیمارا بیان بر اساس این استناد کنن، یه سری مثلا نسخه مثلا جنریت بشه، خیلی حساسه دیگه با جون آدم طرف. اگر همچین فضایی هستیم خب قاعدتا اجایل به درد نمیخوره دیگه. ما می‌خوایم یه اجایل کلا، حالا این نمیگه که محصول معیوب تولید کن، ولی چون داریم خورد خورد کارو میبریم جلو، یه مقدار بحث فیدبک گرفتن از مشتری رو داریم دیگه. اگر مشتری ما فضا رو یکی برای ما تصور کرده، فضایی که ما میتونیم 0 تا 100 پلنش کنیم، پیچیدگی توش وجود نداره، اصطلاحاً سیمپل اون مسئله، خب دلیلی هم واسه استفاده از اجایل و فریمورک مثل اسکرام وجود نداره. سوال دوم تو یادم رفت، یه بار میتونی بپرسی؟ یکیش اینکه اسکرام تیم میتونه اجایل باشه بدون اسکرام مستر یا نه؟ بدون اسکرام مستر. ببین کلا پروسه، من 3 تا پی رو میگم تو فضای توسعه محصول. یه پی یعنی پروداکت، یه دونه پی یعنی پروسس، یه دونه پی هم یعنی پیپل. توی فضای توسعه محصول اگر ما بخوایم که با متد اسکرام و حالا مایندست اجایل بریم جلو، یعنی اینو حل کرده باشیم با هم دیگه، اون پروداکت دست پروداکت اونره، یعنی وظیفه پروداکت اونره که کلا ریسپانسیبلیتیش با اونه. پروسس و پیپل با اسکرام مستر. بازم میگم بسته به نیاز سازمان، یعنی اصلا ما تو هر فضایی که وارد میشیم، تو هر شرکت و تیمی که وارد میشیم اون اسکرام مستر، نباید مأموریتمون این باشه که اسکرام رو جا بندازیم. یعنی من همه الان توی دی جی پی تیمایی دارم که یه جورایی دارن واترفال کار میکنن ولی کمکشون دارم میکنن، تیمی دارم که داره کنبن کار میکنه، اسمم اسکرام مستر، رولم اسکرام مستره، ولی میبینم به نیازمندی شرکتم، نیازمندی اون بیزینس لاینی که دارم توش کار میکنم، نیازمندی اون سازمان. به خاطر همین کلا پروسه این که اسکرام مستر باشه یا نباشه خیلی بستگی به خود جنس کار و شرکت داره. یه مقدار کلیرتر کنم فضا رو. فرض کن اسکرام میخوایم بریم جلو، یعنی کلا به این نتیجه رسیدیم که اسکرام میخوایم و اسکرام مستر میذاریم بالا سر تیممون. تا وقتی که تیممون چابک نیست، تا وقتی که تیممون نمیتونه استیمیت درست بده، تا وقتی تیممون نمیتونه با هم ارتباط خوبی داشته باشه، تا وقتی تعاملاتمون مشکل داره و نمیتونیم اون محصول با کیفیت رو تولید کنیم، اسکرام مستر نیاز داریم. خب من صرف جلسات برگزار کردن و اینا نمیگم، یعنی یه ذره بالاتر میگم، چون واقعا اسکرام مستر باید شخصی باشه که دغدغش بیزنس باشه، دغدغش تیم باشه و افراد و تعاملات افراد. تا وقتی این میس بشه و ما نتونیم واقعا اون کیفیت خوب و اون زمان خوب واسه ورود به بازار داشته باشیم، نیاز به اسکرام مستر داریم. اگر به یه حدی رسیدیم که واقعا اون میزان اجیلیتی به اصطلاح یه دل تیممون به یه حد خوبی رسید که تیم تمام اینا رو داشت، اسکرام مستر رولیه که میتونیم حذفش کنیم. تیم دیگه خودش، یعنی افرادی که هستن دیگه واقعا خودشون اسکرام از برن، اجایل از برن، حتی فریمورک‌های پیچیده‌ترش هم میتونن پیاده کنن، دیگه نیازی نداریم یه فردی بذاریم بخواد روی قضیه کار کنه. اینی هم که الان خیلی از کمپانی‌های بزرگ توی دنیا یا حتی توی ایران ممکنه اسکرام مستر نداشته باشن، دلیلش نیست که اسکرام براشون به کار نمیکنه. اینا یه زمانی اینا رو تجربه کردن که مثلا من و شما یا اسنپ و مثلا دیجیکالایی شاید وجود نداشته و به اون سطح مثلا اجیلیتی رسیدن، به اون سطح بلوغ رسیدن و اینا رو پس کردن، یعنی رسیدن به یه سطح بالاتری توی استفاده از فریم ورک ها که دیگه میتونیم بگیم مثلا اونا مسخره است، بخوایم بگیم مثلا اسکرام مستر شما هستی میتونی بری مثلا تو گوگل کار کنی. خاطر همین من اسکرام مستر هیچ وقت جام توی شرکت‌های خیلی تاپ نیست، همیشه باید برم توی شرکت‌هایی که حالا مثلا در شرف رشدن، در مسیر توسعه هست. اجایل نیستن دیگه در واقع، شما اجایل رو آره دقیقاً اجایل نیستن، اگر البته به این نتیجه رسیده باشن که اجایل به کارشون میاد. آره خیلی سخته، ولی حالا پروداکت اونر بگی که آقا تیم باید اینجوری باشه، مثلا اگه خودش هیچ دانش فنی نداشته باشه. ما آره دیگه کلا میگم بحث
پیپله و این تعاملات آدما یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی که اسکرام مستر تجربه میکنن. واقعا اینکه تو بتونی واقعا بستری رو فراهم کنی که تیم بتونه خودش تصمیم بگیره بدون ترس، یعنی با یه شجاعت خوبی هر فردی تو دل تیم هست بتونه واقعا تعامل خوبی با همه داشته باشه. این یکی از بزرگترین چالش‌هاست. من یه سوالی الان برام پیش اومد ولی جلوتر بین سوالای بچه‌ها میخوام بپرسمش. ولی خب واقعا خیلی سخته، پیچیده است که شما ببین 3-4 تا بخش اصلی، یکی تیم دیولپ مثلا، یکی مشتری، یکی پروداکت اونر، اینا رو بخوای با هم دیگه مدیریت کنی. مثلا بین تیمت مشکلی بین افرادش پیش نیاد، مثلا اون محصولی که میدی پروداکت اونر مثلا ایراد ازش نگیره، نمیدونم خیلی سخته واقعا. من الان که فکر میکنم واقعا یه شغل پر چالشیه. یعنی من که مثلا خوراک ذهنی زیاد داره. خیلی من که دیولپرم یه تسکی به من داده میشه، من اونو میزنم، حالا هر جوری شده با کمک نت شده نمیدونم چی. ولی خب اسکرام مستر به نظرم باید بجز مهارت فنی خیلی مهارت دیگه هم داشته باشه، یعنی مهارت مذاکره کردنه، ارتباط برقرار کردنه. خیلی کسی که میخواد اسکرام مستر بشه باید تو خیلی چیزا کار کنه به نظرم، و چون پیچیده. به نظر شما تجربه چقدر میتونه کمک کنه؟ یعنی کسی که هیچ تجربه‌ای نداره، مثلا من دانشجو الان میخوام برم شم اسکرام مستر، خب مثلا یه سری حالا ارزش‌ها رو میخونم، نمیدونم اجایل رو میخونم، حالا سعی میکنم یاد بگیرم پیاده کنم، ولی به نظرت موفق میشم که توی تیم پیاده کنم یا نه؟ یا اون تجربه نیازه؟ ببین 100% کلا رول تجربیه، یعنی تا وقتی شما تجربهش نکنی نمیتونی چالش رو حل کنی. منتها خب اینجوری هم که نمیشه که ما بگیم مثلا خب آقا باید تجربه کنی و یه نفر که میخواد استارت بزنه باید از کجا استارت بزنه. ببین خیلی وقتا هست بقیه مثلا اکثر بچه‌هایی که دارن اسکرام کار میکنن، اسکرام مسترن، اجایل کوچن، از فضای توسعه مثلا میان. طرف دیولپر مثلا، خب دیولپر میتونه راحت جوین بشه جایی، مثلا جونیور دیولپر ما واقعا معنی داره دیگه. جونیور اسکرام مستر واقعا معنی نداره، یعنی خیلی جاها این وجود نداره و فضا به شما داده نمیشه واسه اینکه با مثلا اسکرام مستر جونیور شروع به کار کنید کسی که اصلا تجربه کاری نداره. اکثر بچه‌ها اگر کامپیوتر هستن، یعنی بک‌گراند کامپیوتر دارن، بک‌گراند برنامه‌نویسی دارن و به این فضا علاقه دارن، به نظر من اگر که با همون رول برنامه‌نویس حالا فرانت بک فرق نمی‌کنه، هر چیز خودشون علاقه دارن استارت بزنن و کم کم سعی کنن برن به سمت اسکرام، خیلی بهتره، چون هم بک‌گراند کامپیوتر دارن، خیلی بیشتر میتونن چالش رو درک کنن و همین که خب آشنا میشن با این فضا. یعنی عادتا هر جایی که استارت بزنن ممکنه یه اسکرام مستری هم باشه، ازش یاد بگیرن، چالش رو همونجا ببینن و آروم آروم سویچ کنن. اگه هم نه کلا توی فضای کامپیوتر نیستن بچه‌ای که میخوان شروع کنن، با دوره‌های قوی استارت بزنن دیگه، دوره‌ای که واقعا شبیه ساز فضاها و چالش‌های واقعی باشه. دوره هم زیاد داریم الان، یعنی اون زمانی که ما استارت می‌زدیم واقعا وجود نداشت به جز سورسایی که هستن، واقعا دوره دیگه وجود نداشت. خیلی کم اون موقع من یادم آقای سفری، اسد سفری دوره برگزار میکرد، همچنان هم برگزار میکنه، دورهش دوره قویه دیگه. بخوام معرفی کنم دوره دوست خوبم آقای محمد رضا مرادی خیلی خوبه، با اون میتونن استارت بزنن. خیلی چالش و مشکلاتی ممکنه اسکرام مستر واقعا باشه در دل یه تیم دست و پنجه نرم کنه رو میاد میگه، مطرح میکنه، سولوشن میده. و آقای آریا هم خوبه، آقای سینا آریایی که از حالا اجایل کوچ کمپانی مفید هستن، ایشونو دورایشون هم من توصیه میکنم واسه. من خودم حقیقتش اسکرام اجایل رو از پادکست های اجایل گپ نمیدونم شنیدین یا نه؟ آره پدرام. آره پدرام شروع کردم. حالا آقای پدرام خوب از مدرسه اسکرام میاد دیگه. اون آقای مهدی حسینی هم خوب کارش خیلی درسته، مدرس رسمی اسکرام ایشون هم خوب دور، ولی خب خیلی گرونه دوراش، یعنی من واسه شروع کردن صفر مقدار پیشنهادش نمیکنم. همین چیزایی که گفتیم آی مرادی من دیدم چیزاشونو، اینا خوب بود. حالا یه سری سوال دوستان داشتن که دیگه شما ماشاءالله همشون خودتون گفتین، توضیح دادین. یکیشون این بود که گفته بود اگه بخوام اسکرام مستر بشم
حتما باید برنامه‌نویس با تجربه‌ای باشم یا نه، یا میشه مهارت‌ها رو از صفر یاد گرفت و مستقیما وارد این حوزه بشم که جواب دادین. حالا من اینو یه توضیح دیگه هم بدم خیلی کوچیک. ببین این که شما دانش برنامه‌نویسی داشته باشید خیلی کمک میکنه، یعنی خیلی خوبه که دارید، ولی اسکرام مستر نباید دانش فنی داشته باشه. یعنی اصلا ما یه مفهوم به نام اعتماد توی فضای اجایل داریم که شما واقعا بتونی اعتماد کنی به تیمت، و اگر خودت بک‌گراند کامپیوتر داشته باشی به عنوان اسکرام مستر ممکنه این فضا رو ایجاد کنه که بخوای دخالت کنی تو کارش. یعنی کلا این اعتماده ممکنه محل سوال بشه. به خاطر همین میگم خیلی واجب نیست. منتها تنها چیزی که من فکر میکنم خیلی مهمه در کنار بحث حالا سافت اسکیل و هارد اسکیل که حالا داریم در نظرش میگیریم و جزء دسته هارد اسکیل میگنجه، بحث برنامه‌نویسی نیست، بحث دیوآپس انجینیرینگ، یعنی کلا دانش دیوآپس، دانش چرخه عمر محصول و دونستن اینکه چه اتفاقی میفته توی محصولی تولید بشه، چیزی که فکر کنم یه اسکرام مستر حتما باید بدونه، چون چالشایی که میخوره باید. دیوآپس رو پس پیشنهاد میدین داشته باشه؟ حتما. ببین بازم نه در حد دیپا که شما بشید دیوآپس انجینیر، ولی خب باید بدونه که بک اند چی کار میکنه، فرانت چی کار میکنه، اینا چجوری با هم دیگه مرج میشن و قص الهازا تا اینکه بخوایم یه چیزی مثلا ما دیپلوی کنیم مثلا روی محیط واقعی. این چیزیه که اسکرام مستر حتما باید بدونه، چون جزء هارد اسکیلاش واقعا هست. ولی کد نه دیگه، واقعا انتظار این که دانش کدینگ و کد زنی اینو داشته باشین نه، اینو نیاز نداره. چون اتفاقا بودن از بچه‌ها که حالا رشتهشون برق انگار گفتن که میخوام بدونم مهارتایی که این شغل میخواد فقط مختص مثلا رشته کامپیوتر صنایع هست، یا منم که با رشته برقم میتونم وارد این حوزه بشم، چون دوست دارم و میخوام بدونم که آیا فضا برای منم هست یا نه. خب که حالا بازم اگه نیاز به توضیح هست بگین. نه گفتم حالا میگم کسی هم اگر واقعا بک‌گراند کامپیوتر نداشته باشه میتونه وارد بشه. حالا تو شاید مثلا موقعیت شغلی که دارید نگاه میکنید توی کشور ما شاید 90-95%، شاید هم مثلا همش توی فضای توسعه محصول نرم افزاری، یعنی محصول نرم افزاری و خدمات نرم افزاری که اسکرام مستر میخوان و اجایل کوچ میخوان. منتها میگم این راهکاره، این فریم ورک و این مایندست صرفا مخصوص این فضا نیست. یعنی من خودم توی یکی از تجربه‌ام برای محیط‌های غیر از توسعه نرم افزارم اینو تجربه داشتم که پیاده کنم. خارج از ایران موقعیت بیشتره، ولی خب عمدتاً چون برای بحث توسعه نرم افزار ما داریم از این فریم ورک استفاده می‌کنیم، مجبوریم بیام این سمتی که جوری الان اتفاق افتاده. ولی خب همون صحبتی که شما میکنی من حالا شنیدم مثلا خیلی هستن تو شرکت نفتی مثلا اسکرام مسترن و اصلا هیچ ربطی هم به حوزه نرم افزار نداره، ولی خب توی ایران شاید اینجوری جا افتاده. خب آره بیشتر موقعیتایی که هستن واقعا تو فضای توسعه نرم افزار. آره خب من فکر کنم خیلی هم شده اما مثلا من بهتون گفتم یه ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیریم، ولی سریع حالا من مباحثم میخونم بریم. حالا بچه‌ها خواسته بودن که اگه میتونین یه رودمپی بهمون معرفی کنین، یا مثلا حالا اگه شد بعداً برامون ارسال کنین که ما بذاریم براشون، که برای کسایی که دوست دارن این محیطو یه هینتی بهشون بدین که از یه جای شروع کنن. حالا اگه وقتشو داشتین، یا الان سورس چند تا معرفی کردین البته. آره به نظرتون با اونا خوبه شروع کنم؟ فکر کنم اگر حالا مثلا سرچی بزنن راحت بتونن به اون مسیر برسن، ولی چشم منم اگر که فرصت شد حتما یه چیز تهیه میکنم خدمتتون میدم. سورس ببین اگر که دوستای دوره شرکت کنید، چون بیشتر واقعا مباحث اسکرام حول اینه که شما بتونید تجربه و ازش باخبر باشید. بحث هارد اسکیل خیلی مطرح نیست، شما باید دانشو داشته باشید. خب خیلی دانش پیچیده‌ای وجود نداره، یعنی شما یه سری سورسات خب هستن که بیشتر دارن استفاده میشن، شاید جمعشون کنید نهایتا مثلا 10-20 کتاب خیلی خوب داشته باشیم که اینا رو بخونید. میتونید ادعا کنید که من از لحاظ تئوری اسکرامو فولم، اجایل فولم، ولی تا وقتی که اون تجربه نباشه، اون بحث سافت اسکیل وجود نداشته باشه، این مقدار لنگ میزنه کار. به خاطر همون دوره‌ای که گفتم خیلی خوبه شرکت کنید حتما.
و در کنارش کلا کتابای آقای جف ساترلند رو پیشنهاد میکنم، کتاب آقای مایک کونم پیشنهاد میکنم. یه کتابی هم خیلی قدیمی چاپ شده بود، دقیقا خاطرم نیست نویسندش کی بود، منتها تو ایران خیلی وقت چاپ شده، سرچ کنن کلا میبینن اسکرام فاندامنتال یه همچین چیزی ترجمه هم شده. اون حالا ترجمهش هم خاطرم نیست که کدوم ناشر بود. اینا رو هم میتونم حالا جداگونه در اختیارتون قرار بدم که حالا اگه دست شما در نکنه، خیلی لطف کردین. مرسی، دست شما در نکنه. دیگه چیزی نموند، فقط اینکه حالا به بچه‌ای که مشتاقن پیشنهاد میدین وارد این حوزه بشن یا نه، آینده داره نداره، یا نمیدونم، چون شما تو این حوزه هستین و دارین میبینین، به نظرتون اگه مثلا شاید از این 500 نفری که دارن میبینن یکی دو نفر باشن که واقعا علاقه‌مند باشن به این حوزه، ولی خب اون آیندهشون براشون مهمه دیگه، آینده این حوزه چجوریه، خوبه، بده. ببین تا وقتی که من گفتم دیگه، پرسیدی سوال که آقا اسکرام مستر از دل تیم هست شدنی هست، دو تا موضوع وجود داره. اگر خود رول اسکرام مستر رو ما بخوایم هدف در نظر بگیریم که خب قاعدتا از این هم بالاتر ما میتونیم بریم و کلا یه کریر پسی وجود داره برای یه اسکرام مستر. اگر خود اسکرام مستر باشه، تا وقتی که کلا افرادی تو دل این تیم وجود دارن، کار واسه اسکرام مستر هست، فضاش هم هست. حالا بحث هوش مصنوعی و پیشرفتش و اینا رو ما میدونیم، خیلی از رولای همین این شکلی مثلا بحث فرانتو دارن میگن که آقا حذف شدنیه، دیزاین رو دارن میگیم که آقا به یه سمتی داریم میریم که واقعا AI میتونه اینو نابود کنه. ولی تا وقتی که اگر فرض کنیم که یه سری افراد دارن دیگه با هم دیگه کار میکنن، تا وقتی این افراد هستن اسکرام مستر هم میتونه باشه، یعنی خیالتون راحت باشه. یعنی فکر کنم اصلا حذف نشدنیه. آره، منتها از این جهت بازم به موضوع نگاه نکنید، یعنی اسکرام مستر اگر اسکرام مستر حرفه‌ای باشد، بعدش میتونه در حد سازمان اون بحث پیاده سازی اجایل رو و تغییر فرهنگ رو داشته باشه. اجایل کوچ ما مثلا میتونه اسمشو بذاریم، میتونه یه لول بالاتر بره، حالا مثلا چپتر لید باشه، نمیدونم میتونه سمت OKR بره. حالا بحث OKR یه موضوع دیگه ایه که خیلی من بازش نمی‌کنم. پیاده سازی OKR تو سازمان بره، میتونه سمت حتی حوزه محصول بره، کلا مدیریت محصول رو تجربه کنه. اینم بگم که هر فرد عزیزی که بخواد توی این حوزه بیاد و تجربه کسب کنه و رولش این باشه، واقعا نباید فقط اسکرام مستر باشه. یعنی اسکرام مستر اتفاقا اسکرام مستر خوب اسکرام مستریه که پروداکت هم خوب بدونه، یعنی واقعا وظیفه پروداکت رو بدونه، پروداکت منیجمنت بدونه، بحث دیوآپس رو مطرح کردم. همه اینا رو اگر به عنوان یه سر نخ از حالا ادامه مسیر شغلی در نظر گرفت، میتونه واسه هر فردی که اسکرام مستر هست و این فضا رو تجربه کرده، واسه ادامهش اتفاق بیفته و بره به سمتش. یعنی یه فضای بسته ای نیست، به خاطر تعاملات بالایی که توی تیم‌های مختلف شکل میگیره و شما مدام داری یاد میگیری، میتونه درهای وسیعی واسه اینکه حالا مثلا پیشرفت شغلی رو شما داشته باشی به رود باز بشه. کما اینکه اسکرام مستری الان وجود داره که حالا در ادامه کارش مثلا شده پروداکت منیجر، در ادامه کارش شده یه دیولپر خفنی. یعنی خیلی مرزبندی برای موقعیت شغلی و محدودیت واقعا وجود نداره. خب حالا به عنوان بحث آخری که بخوام بکنم، حالا همین در لحظه به ذهنم خورد، ویژگی شخصیتی کسی که میخواد بیاد اسکرام بشه به نظر شما چه چیزایی باید داشته باشه؟ میدونی مثلا صبوره، نمیدونم، از خلاق باشه، این از این ویژگی آره اینا که ببین یه سری چیزا من کلا یه دو تا مفهومو اول بگم. بحث طرز فکر، اگر طرز فکر یادگیرنده باشه، یعنی طرز فکر ما داشته باشیم که سعی کنیم تو هر ویژگی که الان هستیم بیشتر سعی کنیم یاد بگیریم، به سمتی بریم که خودمون رو بیشتر تکمیل کنیم، هر کاری رو میتونیم بکنیم، یعنی اصلا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. به خاطر همین خیلی محدودیت من نمیذارم. مثلا یه فردی اگر واقعا آدمیه که 0 و 1 نبینیم دیگه، مثلا نمیتونیم بگیم یکی اصلا صبور نیست، یکی خیلی صبوره.
صفر تا 100 قضیه. یعنی مثلا من اگر آفرین. درجه صبوری مثلا 40 هست یا 30 هست، اینا میتونم بهبودش بدم. قطعا کسی که اسکرام مستره واقعا باید خیلی صبور باشه، یعنی باید این مهارت رو تو خودش تقویت کنه. نمیگم کسی که صبوره بیاد اسکرام مستر آره بشه. این بهتر. آره اینجوری اگر نگاه کنیم اتفاق بهتریه. خیلی سعی کنیم که تفکر سیستمی داشته باشیم. اگر میریم سمت اسکرام بتونیم تمام علت و معلولایی که در دل یه اتفاقی میفته رو شناسایی کنیم و به ریشه مشکلات برسیم و حلش کنیم. بحث سافت اسکیل رو مطرح کردم. خیلی باید شنونده خیلی خوبی باشیم در درجه اول. مهارت‌های فنی و تئوری اولویت خیلی پایین‌تری نسبت به مهارت‌های نرم داره برای اسکرام مستر. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. ما خیلی جلسه خیلی خوبی بود واقعا. من فکر نمی‌کردم حالا تو این جلسه اول اینجوری بشه، ولی خیلی ما استفاده کردیم و محبت کردیم، واقعا وقت گذاشتیم برای ما. و اینکه اگه نکته خودتون هست بگین بهمون. دمت گرم. مسیری که درست کردید مسیر خیلی خوشگلیه، ان شاءالله بتونید ادامهش بدید و حالا برنامه‌های خفن‌تر و جذاب‌تر هم داشته باشی، دوره‌های خوب بتونی برگزار کنید توی تمام حوزه‌ها. چون یک اتفاقی هم که مثلا من تجربهش کردم توی دوره ارشدم و تو دوره لیسانس هم اصلا وجود نداشت، این بود که یه سری کورس‌های خیلی خوب برگزار می‌شد تو انجمن علمی صنعتی اصفهان، انجمن‌های علمی صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع. مثلا دعوت می‌کردن از آدمایی که حالا فارغ التحصیل بودن، آدمایی که تو صنعت بودن، آدمایی که میتونستن مثلا یه دوره برگزار کنن. شده میخوای یه بار دیگه سوال؟ آره همون سوال آخر، این که اگه نکته‌ای هست واسه من اینجا رو چون ادیت میزنیم، اگه نکته‌ای هست حالا بخواید به عنوان نکته آخر بهمون بگین، لطف می‌کنین بهمون بگین که دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشه. خواهش می‌کنم. ببین کلا بحث گفتم دیگه، ما این کاری که داریم می‌کنیم کار خیلی خوبیه و خیلی حال می‌کنم باش که بتونی اینو ادامه بدی با تیمت، انجمن رو قوی‌تر کنی. حالا هم اون ایونت هایی که قبلا برگزار می‌شد دل انجمن کامپیوتر برگزار بشه و بچهای بیشتر حال برنامه نویس و کدری که وجود دارن، و هم از نگاه حالا تعریف‌های مسیرهای شغلی که وجود داره، بچه‌ای که میتونن حالا علاقه خودشون رو بهتر بشناسن، اومدن یه سمتی که حالا تو فضای کامپیوتر میتونه علاقهشون باشه، کمک کنیم که این اتفاق بیفته و علاقه خودشون رو بیشتر بشناسن، بهتر بشناسن. یه تجربه شغلی اگر بتونن داشته باشن دوره لیسانسشون یا بعد لیسانسشون خیلی اتفاق خوبیه. و کلا من حمایتت میکنم هر جایی هم که اگر که کمکی از دست من برمیاد هستم، چون این فضا تو حالا گفتی تفاوت ارشد و لیسانس و دانشگاه، تو فضای ارشد وجود داشت. یعنی انجمنایی که توی دانشگاه صنعتی اصفهان بودن خیلی تو این زمینه فعال بودن. یعنی مثلا هر ترم شاید 3-4 تا دوره خوب برگزار میشد، از دوره مثلا صرفا نرم افزاری گرفته تا دوره مثلا حالا یه پوزیشن شغلی مثلا سعی کنن توضیح بدن برگزار شد. به خاطر همین هم اگر این طرف بتونید داشته باشیش خیلی اتفاق خوبیه. دمت گرم. آره حتما. حالا ان شاءالله که باز جلسه آخرمون نیست و مزاحمت میشیم. ما حقیقتش فضای دانشگاه صنعتی میگم یه چند سالی هست اصلا خیلی منفعل شده به نظر ما و حیف هم هست، چون ما حالا همین تیمی که حالا تشکیل دادیم، بچه‌ای که هستن توی تیم‌های خوب توی شرکت‌های خوب تهران مثلا اصفهان این دارن کار میکنن و دیدیم حیفه که مثلا با وجود همچین دانشجوهایی که هستن ما دانشگاه فقط جای این باشه که برن یه درسی پاس کنن و هیچ بهره خودمون نبریم ازش. خب من خیلی دوست دارم مثلا خودم تو این فضا از بچه‌ها یاد بگیرم و بتونم حالا مسیر شغلی آینده‌ام حالا بهتر بشناسم، خودم رو بهتر بشناسم، حالا از دوستان کمک بگیریم، حالا تیم‌های استارتاپی را بندازیم، بتونیم حالا ایده‌های مختلفمون رو که داریم پیاده کنیم. برای همین دیدیم اگه دور هم جمع بشیم، حالا با کسایی هم که توی صنعت هستن ازشون کمک بگیریم، با به قولی به اسم چیزمون هم لینک شیم دیگه، با این دوستان لینک شیم، شاید تونستیم یه سری کارا انجام بدیم، حالا کارهای بزرگتر. خدا رو شکر حالا استقبالم شده، مثلا انجمن دانشگاه خودمون هست و چند تا دانشگاه دیگه هم حالا تبریز و اینا هم صحبت کردیم.
انشالله اتفاق خوبی رقم بخوره و بتونیم اینو ادامه بدیم و موفق باشید. دست شما در نکنه، خیلی لطف خیلی کردیم مخلص. واقعا. انشالله خیلی که لذت حالا بردم اومدن از صحبت. همدان بتونیم جبران کنیم و در خدمتتون باشیم. واقعا انشالله جلسه که خوبی بتونم بود. ببینم. مرسی. خیلی استفاده کردیم، دستتون در نکنه. خب اگه امری نیست من دیگه بیشتر از این مزاحمت نشم. خواهش میکنم، خیلی لذت بردم از صحبت. زنده باشی. کاری نداری پس؟ قربون شما، خدا خدا نگهدار. نگهدارت. خداحافظ.